هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس چند ساله مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را در دوشنبه بحث کرده یک پروتکل هم امضا نمودند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 1 ایون در یک اطلاعیه مختصر گفت مذاکرات هیئت‌های دو طرف 3 روز ادامه کرده است، اما هیچ تفصیلات بیشتر از این در دست نیست. بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مذاکرات هیئت تاجیکستان محمد شریف حقداد معاون وزیر امور خارجه و از ازبکستان الهام نعمتوف سفیر دستورهای مخصوص رهبری کردند. مذاکرات در این موضوع بعدی در ازبکستان به سر کار آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف از سر گرفته شد. مقامات در دوشنبه و تاشکند میگویند تا حال بیش از 90% سرحدی بیش از 1300 کیلومتری تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتر دیگر مانده است که باید دو طرف سر تقسیم آن به موافقه برسند. همین مسئله گاه‌ها باعث ایجاد مشکل برای ساکنان مرزی دو کشور می شود که با سبب نبود خط دقیق مرز در قلمروهای بحثی دچار مشکل، بازداشت و مجازات می شوند.